24 اکتبر سال 1992 نیروهای فرانت خلقی وارد دوشنبه شده به نوهای دستگاه پرزیدنت شورای اولی رادیو و تلویزیون را غصب و سفر کنجایف را پرزیدنت اعلام کردند. کنجایف با همین حمله میخواست تناسب نیروها را به طرف خود گرداند و رهبری کشور را خودش به دست بگیرد، ولی موفق نشد. صبح بر وقت 24 اکتبر سال 1992 جنگیان فرانت خلقی از سمت غرب از جانب نویه‌های وادی ایسار وارد شهر دوشنبه شدند و در پی چند درگیری پراکنده به مرکز پایتخت رسیده به نوهای اساسی دستگاه پرزیدنت شورای اولی رادیو و تلویزیون را تصرف کردند. به سبب نیافتن متخصصان جنگیان فرانت خلقی تلویزیون را به کار انداختن نتوانستند، ولی رستم عبدالرحیم یکی از رهبران فرانت خلقی از طریق رادیو سخنرانی کرده سفر کنجایف را پرزیدنت تاجیکستان اعلام کرد. اما الکی صبح همان 24 اکتبر جنگیان مخالفین از ستادهای بازی سیوم، مسجد یوژنی و اول به مقاومت برخاستند و دوشنبه برای یک روز به میدان جنگ‌های شدید تبدیل یافت. زده‌خوردهای اساسی در نزد کینوتئاتر وطن مرکز شهر و در روی کوپروک پوتوفسکی صورت گرفتند و الکی در نیمه دوم روز جنگیان فرانت خلقی مجبور به عقب نشینی شدند. آنها را شام 24 اکتبر از دوشنبه تحت حمایت تانک‌های دیویژن 201 روسیه برآوردند، ولی در کیلومتر دهم راه دوشنبه ترسونزاده در نزد طربخانه شاهنبری گروه‌های دیگر فرانت خلقی جنگیان عقب نشسته را نیروهای مخالفین تیرباران کردند. در مجموع در حمله روز 24 اکتبر که اولین کوشش مسلحانه از دوشنبه بیرون کردن نیروهای صادق به حکومت مراسای ملی بود، حدود 100 نفر جان باختند. نیروهای مخالف از جمله یکی از سرکردگان این حمله رستم عبدالرحیم را دستگیر کرده با شکنجه و بدرفتاری زیاد کشتند و مرده‌اش را در تپه‌های پشت کوچه قروتگین آتش زدند. سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای اولی تاجیکستان که حمله 24 اکتبر را به نام او و رستم عبدالرحیم رقم میزنند در خاطره‌هایش نوشته است که مسئله حمله به دوشنبه هنوز روز 12 اکتبر در شهر ترسونزاده در حضور گنرال بلندپایه ارتش روسیه والری ورابیوف مصلحت شده بود و هدفش به برگزاری اجلاسی 16 شورای اولی و استعفای حکومت مراسای ملی مجبور کردن جانبداران مخالفین بود. بنا به نقل سفرعلی کنجایف در نشست ترسونزاده، جیانخان رضایف رئیس کمیته اجرایی ولایت کولوب پایگاه اساسی فرانت خلقی نیز حضور داشت و گنرال ورابیوف روز 23 اکتبر را همچون روز آغاز حمله مقرر کرد، ولی جیانخان رضایف برای آمادگی خوبتر یک روز دیگر خواسته است و برای این حمله را به روز 24 اکتبر گذرانیدند. بر اساس نقشه باید حدود 1000 نفر از وادی ایسار از سمت غرب به دوشنبه حمله می آوردند و جنگیان منطقه کولوب برابری فیضعلی سعیدوف، سنگک سفاروف، واسد، سیدشو شمالوف و لنگری لنگریف از سمت جنوب. همینطور می بایست تقریبا 500 نفر دیگر از ولایت لینین‌آباد از سمت شمال وارد دوشنبه می شدند. گنرال ورابیوف همچنین وعده داده است که دیویژن 201 راه‌های درآمد به دوشنبه را تحت نظارت خود می گیرد و به مخالفین امکان نخواهد داد تا تکنیک وزنین را به پایتخت آورده موقع خود را مستحکم کنند. او تنها خواهش کرده است که خود سنگک سفاروف به دوشنبه نآید، چون که بیدادگری خواهد کرد. قرار شده بود که نیروهای فرانت خلقی از وادی ایسار با جنگیان تحت فرمان سنگک سفاروف و فیضعلی سعیدوف در روی کوپروک پوتوفسکی وا میخورند و سپس همراه به تصرف انشاءات مهم پایتخت ادامه خواهند داد. ولی وقتی جنگیان از وادی ایسار به کوپروک پوتوفسکی رسیدند، آنها را در اینجا به جای نیروهای سنگک و فیضعلی جنگیان صادق به مخالفین با آتش پیشواز گرفتند. اکبرشاه اسکندروف که آن روزها کفیل پرزیدنت تاجیکستان بود، یک روز قبل از این حمله 23 اکتبر در دوشنبه وضع فوق‌العاده و ساعت کماندانتی جاری کرد، ولی نتوانست پیش روی حمله الکی برنامه‌ریزی شده فرانت خلقی را بگیرد. بعد ناکام شدن حمله کنجایف به دیویژن 201 پناه برد. اسکندروف در یک مصاحبه‌اش گفت که او در حدود دیویژن در حجره کاری گنرال ورابیوف با کنجایف مذاکرات کرد و کنجایف وقتی شکست خوردن حمله را فهمید با قهر به ورابیوف گفت
کنی تانک‌ها و بترهای وعدگیتان آخر تفاوق ما دیگر خیل بود. حمله 24 اکتبر در دوشنبه در حال صورت گرفت که نیروهای فرانت خلقی الکی اکثر قلمرو وادی وخش را تصرف کرده به دوشنبه نزدیک می شدند. وادی ایسار، ولایت لنین‌آباد، ولایت کولاب نیز از کنترل حکومت مراسای ملی خارج شده بود و رهبران کشورهای تصمیمگیر اسنگ، روسیه، ازبکستان، قزاقستان نیز دیگر روی این حکومت حساب نمی‌کردند. اینکه رهبریت تاجیکستان به زودی عوض می شود دیگر به یک امر یقین تبدیل یافته بود، ولی معلوم نبود که تاج رهبری به سر کی گذاشته خواهد شد. بسیاری ها بر این باورند که سفرعلی کنجایف با این حمله میخواست تناسب نیروها را در جانب غالب آینده جنگ به طرف خود گرداند و رهبری کشور را خودش به دست بگیرد، ولی موفق نشد. سنگک سفروف بعد شکست حمله 24 اکتبر دستندکاران آن از جمله کنجایف را به خیانت ایبدار کرده و گفت این حمله بدون رضایت او و دیگر رهبران فرانت خلقی صورت گرفته است. سنگک سفروف رئیس کمیته اجرایی ولایت کولاب جیانخان رضایف را بعد این حمله با دست خود پراند. روز 2 نوامبر سال 1992 به جای رضایف امامعلی رحمان را رئیس ولایت کولاب انتخاب کردند. روز 16 نوامبر در قصر ارباب نویه خوجند اجلاسیه 16 شورای عالی آغاز یافت. امامعلی رحمان در این اجلاسیه رئیس شورای عالی تاجیکستان انتخاب شد. سفرعلی کنجایف در روزهای این اجلاسیه برای 3 روز غیب زد. او بعدا گفت که وی را مقامات امنیتی ازبکستان 3 روز بندی کردند تا به انتخاب رهبر نو تاجیکستان خلل نرساند. کنجایف سال 1998 در دوشنبه کشته شد. اخیراً یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که او را مخالفین با دستور ایران کشتند.